سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو یوتیوب من. امروز اومدم که به خیلی از سوالهاتون که تقریبا 99.9% سوالاتون همین بوده رو جواب بدم. تقریبا 3-4 سوال بود که دیگه برم بهتون جواب بدم و اینکه یه توضیحی خود من به شما بدهکارم بابت این موضوع. خیلی پیام دریافت کردن که چرا حالا دیت به رامین رو قبول نکردی، چرا تولد زهرا نرفتی و اینکه چرا از برنامه حذف شدی. و سوال چهارم این بود که کارت چیه. و اینکه بریم شروع کنیم جواب سوالاتون رو دونه دونه بهتون با توضیح بگم. همونجور که میدونید بچه ها، من به خاطر اینکه مسابقه برندشم رفتم توی این برنامه، یعنی رفتم تو برنامه عشق و نفرت، و به خاطر اینکه حالا بخوام دوستی پیدا کنم یا بخوام پارتنری پیدا کنم یا بخوام انتقام بگیرم، به این دلایل من نرفتم. فقط به دلیل این رفتم که میخواستم مسابقه رو برندشم، چون یه جایزه‌ای داشت که اگه برنده میشدم قطعا مامانم خیلی خوشحال میشد، چون به مامانم میتونستم کمک کنم. این از این. و اینکه چرا دیتو قبول نکردم. بچه‌ها خودتون میدونید من اصلا قبل اینکه بخواد برنامه شروع بشه اصلا خبر داشته باشم که تو برنامه منم هستم، بهتون اعلام کرده بودم که پارتنر دارم. اینکه هر کسی باشه وقتی خب بالاخره پارتنر داره به خودش اجازه نمیده که بخواد با یه جنس مخالف بخواد بره دیت، حالا چه میخواد دوستانه باشه چه هر چیز دیگه ای. چون هر چی باشه بالاخره خب دوست پسر منم با اینکه حالا گذاشته من بیام تو برنامه و به هم گفت که برو واسه پیشرفتت خیلی خوبه، ولی میدونم که ناراحت میشه و غرورش اجازه نمیده که من بخوام با یه نفر دیگه برم دیت. این از این بچه ها. و اینکه نه قصد بی‌احترامی به داداش اشکان رو داشتم نه به رامین مثل برادر کوچیکتر من میمونه، خیلی پسر خوبیه، ولی خب من نمیتونم باش برم دیت. و دیگه امیدوارم که داداش اشکان زیاد از دستم ناراحت نشده باشه. ازش ممنونم بابت همه زحماتی که کشید، چون من واقعا به چشم میدیدم که چقدر کارش سخته. حالا ما که خودمون بازیکن بودیم شاید 1 روز یا 2 روز یا 3 روز کلا از خواب بیدار میشدیم، حاضر آماده میرفتیم و چالشمون رو انجام میدادیم. ولی خب داداش اشکان اینجوری نبود. داداش اشکان همیشه هر روز باید این پروسه رو طی میکرد و همه چالش ها رو آماده میکرد. خیلی زحمت میکشه و امیدوارم که برنامه خیلی بیشتر از اینا پیشرفت کنه و خلاصه که داداش اشکان اون بالاها ببینم. واقعا ازش معذرت میخوام اگه ناامیدش کردم، ولی دیگه داداش میدونی که من چاره دیگه ای نداشتم. و اینکه یه سوال دیگه تونم این بود که چرا تولد زهرا نرفتی. بچه ها یه سری هم گفته بودن که مثلا که من دعوت نشدم. باید بگم که همه بچه های عشق و نفرت دعوت شده بودن و خب منم جزشون بودم 100%. و اینکه من اون موقع آنفولانزای معده گرفته بودم و از اونجایی که تعداد زیادی از بچه ها اونجا بودن، اگه میرفتم مطمئنم که همه رو مریض میکردم، چون واسه قسمت یکی از بچه ها مریض بود و اومده بود سر چالش دونه دونه همه بچه ها تک به تک مریض شدن و نمیخواستم که کسی این وسط مریض بشه، مخصوصا آرتا کوچولو، چون میدونستم دیگه مرجان و داداش کنم اونجا 100% اونا مریض شن، بچه به اون کوچولوی هم مریض میشه و مریضیش خیلی سخت بود. دیگه به خاطر همین ترجیح دادم نرم که کسی هم مریض نکنم، وگرنه که من دعوت شده بودم. این پایین که خبره؟ این صاحب خونمونه. و
خلاصه همین دیگه، وگرنه نه من با زهرا مشکل دارم. اتفاقا این قسمت 3 که من رفتم با زهرا خیلی میونمون خوب بود، با هم صحبت میکردیم، اتاق همدیگه میرفتیم. شاید اگه شرایط اینجوری نبود و اینجوری ایجاب نمیکرد دوستای خوبی واسه همدیگه میشدیم، ولی خب دیگه نشد که بشه همچین چیزی و اگه ناراحتش کردم ازش واقعا معذرت میخوام، ببخشید، چون من به خاطر بازی اومده بودم تو برنامه، دوست داشتم که واقعا برنده شم. اینم از زهرا و تولد. و یه سوال دیگه تونم این بود که یه قابلمه پارتی مثل این که حالا مهنوش و کامیار گرفته بودن و اونجا هم همه دعوت بودن، اینم چرا من نرفتم؟ بچه ها، من به سگای توی خیابون با کمک بچه های تلگرام دوست داشتم که بهشون غذا بدم و دلشون رو یه ذره هم که شده شاد کنم و متاسفانه اون روز دقیقا خود روزی که بچه ها حالا این مهمونی کوچیکو گرفته بودن. به خاطر همین من نتونستم برم، چون از صبح درگیرش بودم، حالا خرید و ولا گرفتن و اینجور چیزا درگیرش بودم و حالا غذا درست کردن چون حجم خیلی زیادی بود واقعا خیلی سخت بود و منم یه جورایی دست تنها، مامانم متاسفانه رفته شیراز و من نیستم، یعنی مامانم نیست، من دست تنها. یه خلاصه اونم به خاطر همین نرفتم. و اینکه سوال دیگه‌تون، چرا پارتنر تو هیچ وقت نمیاری نشون بدی یا هیچ وقت معرفیش نمی‌کنی یا یه عکسی ازش نمیذاری حتی از دستاش؟ بچه‌ها پارتنر من تقریبا همتون میشناسید، خب اما به خاطر اینکه رابطمون خراب نشه یه موقع، چون بالاخره دیدم به چشم که خیلی ها رابطه‌شون رو میارن تو مجازی و رابطه هاشون خراب میشه و از اونجا که ما هم دیگه خیلی دوست داریم ترجیح دادم که جفتمون ترجیح دادیم که علنیش نکنیم این موضوع رو تو مجازی و آدمایی که حالا توی زندگی مونن یا سر کار این وران مثلا بدونن که ما با هم دیگه ایم و به خاطر این اعلام نکردیم که وقت رابطمون خراب نشه و یه چیز سکرت حداقل واسه خودمون داشته باشیم، یه چیز خصوصی که تو مجازی نیاد، چون من خودم به شخصه زیاد دوست ندارم که زندگی شخصیمو بیارم تو مجازی، چون یه بار این اتفاق افتاده و زیادم پیامد خوبی واسه من نداشته حداقل. یه نم واسه همین بود. و سوال دیگه تونم کارم چیه؟ کار من با پارتنرمه. خب من 2 تا شغل دارم که 2 تا شغلم هم با پارتنرم انجام میدم، یعنی شریک هستیم با هم دیگه و یه جورایی کار پشت میزیه. و بچه ها اینم بگم که ادیت و اینجور چیزا نیست، این چیزایی که خیلی واسم نوشته بودی، نه همچین چیزی نیست. و آره خلاصه که من با یه شرکت ها کار میکنم که حالا دوست ندارم شغلمو بگم، اونم دوست دارم واسه خودم خصوصی بمونه و کسی ندونه که شغل من چیه. و البته بگم که این شغل منم هیچ کدوم از بچه های برنامه نمیدونن که شغل من چیه. اینم از این و جا داره تشکر کنم از داداش اشکان و برنامه خوبش که باعث شد دوستای خوبی پیدا کنم مثل مارال که واقعا خیلی دختر خوبیه و امیدوارم بعداً تو یوتیوب منم بیاد و هم بتونیم کلی ویدیو بگیریم و منو تو یوتیوب تنها نذاشته باشیم. دیگه کلی دوستتون دارم، ماش به کلتون. میدونم که خیلی از حذف شدن من خوشحال شدن از هیترام، ولی هیچ اشکالی نداره، تو برنامه عشق و نفرت دیگه نیستم ولی تو یوتیوب خودم هنوز هستم. ماچ به کله هاتون، خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.